هنر محض یا ماشین کشتار. سه تفنگدار بارسا به رهبری مسی با پشتیبانی شکارچی محوط سوارز و جادوگر برزیلی نیمار، ترکیب مخوف MSN از 2014 تا 2017 فوتبال رو قلع و قم کردن، با هم دیگه 364 گل زدن و سگانه تاریخی رو به ارمغان آوردن. اما از اون طرف ارتش سفید سلطنتی رئال که از قدرت و قساوت ساخته شده، بیل، برقاسا، بنزما، سایلنت کیلری که همه چیز رو به هم میچسبون و رونالدو بی‌رحم‌ترین قاتل محوطه قرن. ترکیب مافوق تصور BBC 4 بار اروپا رو فتح کردن، گلاشون از مرز 400 تا رد شد. MSN فوتبالو میرقصون، BBC فوتبالو میکشت. یکی چشم نواز بازی میکرد، یکی قلب حریف رو پاره میکرد. تو بازی‌های مستقیم اغلب کفه ترازو به نفع MSN سنگین تر بود. سابسکرایب فراموش نشه.